صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه‌های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید. بیایید برنامه خود را با نام خدا و با دعا آغاز کرده و بگوییم: خداوندا، تو را شکر و سپاس میگوییم که به ما حیات عطا کرده ای و روز ما را با خورشید خودت منور ساخته و با روح شفا بخشت به ما سلامتی و حیات بخشیدی تا زیست نموده و در الطاف و فیض تو شریک بوده و تو را بهتر از دیروز بشناسیم و به تو نزدیک تر شویم. شکرت میکنیم ای خداوند که محبت تو بی اندازه عظیم و بی نهایت است. محبت تو جاودانه است، به طوری که بندگان خاطی و یاغی و گناهکارت را امروز هنوز به سوی خود دعوت میکنی. خداوندا، ما میدانیم که لیاقت این را نداریم که حتی به حضورت آمده و در دعا با تو صحبت کنیم، زیرا ما انسانها عمدن و آمدن از طریق تو دور شده و برخلاف خواسته و ارادت عمل نموده و راه خود را طی کرده ایم. خواسته های خود را برتر از خواسته های تو دانسته و عملا با مطیع بودن به خواهش های نفس و جسم و چشم از تو روی گردان شده ایم. ما را ببخش ای پدر محبت، ما را ببخش ای خدای رحیم و تمنا می کنم ای خداوند یاریمان بده که این روز را مطیع تو باشیم، تسلیم تو باشیم تا برای تو زندگی کرده و در طریق تو سلوک نماییم. پس استعداد داریم که ما را از ضعف‌هایمان برهان و به ما روح فروتنی، استقامت و شهامت عطا کن تا در راه تو زیست کنیم. بارالها بگذار در این ساعت که توجه خود را مطیع کلامت می کنیم ندای آسمانیت را بشنویم و تسلیم کلام و اوامرت شویم. این دعا را به نام یگان منجی زنده بشریت عیسی مسیح می طلبیم. آمین. زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، اقتباس از انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا، برنامه‌ای از صدای انجیل. یاران عزیز و شیفتگان حق و حقجویان گرامی، درود گرم برادرتون کشیر سید رضا مسعودی رو پذیرا باشید. امیدوارم که در این لحظه با تسلیم کردن روح و جان و جسم خود به خالق یکتا توجهتون را از عالم مادیات جدا ساخته و متوجه عالم معنویت بنمایید تا صدای خدا و پیام خدا را در قلب و وجودتون شنیده و از حضور و کلامش فیض ببرید. برای این منظور به کلام خدا روی می آوریم و در ادامه مطالعه زندگی و تعلیمات عیسی مسیح، این یگان منجی زنده بشریت و مظهر و مکاشفه خدا یکتا، از فصل 9 انجیل مقدس به قلم حضرت لوقا از آیه 18 تا آنجا که فرصت ما را اجازه بدهد آیات را با هم مطالعه می کنیم. در فصل 9 ما ابتدا با مأموریتی که عیسی مسیح به 12 شاگردش می‌دهد روبرو می‌شویم، زیرا مطابق پیشگویی و نبوت انبیا قوم یهود اول باید پیام فیض بخش خدا را بشنوند و از میان آنان پیام سماوی به سایر نقاط عالم برود. پس عیسی مسیح 12 شاگرد خود را می‌فرستد تا به همه نقاطی که هنوز خودش نرفته بود بروند و مژده آسمانی را به سمع مردم برسانند.
همچنین در این فصل ما با مرگ تأسف آور یحیای پیامبر روبرو شویم که چگونه به خاطر بیان حقیقت و به خاطر شهامت جان خود را فدا می کند. از آیه 10 صحبت از معجزه بسیار معروف عیسی مسیح یعنی غذا دادن 5000 نفر می باشد که تا آیه 17 ادامه دارد و حالا از آیه 18 عیسی مسیح از پتروس درباره ایمانش سخن می کند و سوال می کند و از آیه 21 درباره مرگ خودش سخنرانی میکنه و در واقع پیشگویی میکند که او باید مصلوب بشه و کشته بشه، بمیره و در روز سوم از مردگان برخیزد. از آیه 28 هیئت مسیح یا جلال و شکوه سماویش آشکار میشه و سپس در آخر فصل میبینیم که عیسی مسیح یک شخصی رو شفا میدهد و سرانجام سفر عیسی مسیح به شهر اورشلیم برای اینکه مصلوب شود برای ما بازگو گردیده است. حالا به آیات 18 الی 20 توجه فرمایید. میگوید و هنگامی که او یعنی عیسی مسیح به تنهایی دعا میکرد و شاگردانش همراه او بودند، از ایشان پرسیده گفت مردم مرا که میدانند؟ در جواب گفتند بعضیها یحیای تعمید دهنده و بعضی الیاس نبی و دیگران میگویند که یکی از انبیای پیشین که از مردگان برخاسته است. عیسی به ایشان گفت شما مرا که میدانید؟ پتروس در جواب گفت مسیح خداوند. پس ایشان را قدغن بلیغ فرمود که هیچ کس را از این امر اطلاع ندهند. دوستان عزیز، در انجیل مقدس بارها اشاره شده است که عیسی مسیح هر روز صبح زود قبل از طلوع آفتاب و حتی شب هنگام به جای خلوت و یا بر دامنه تپه‌ای می‌رفت و به دعا مشغول می‌شد. دعا به معنی راز و نیاز کردن با خداوند است. یعنی عیسی مسیح ساعتها از عمر خود را با خدا یکتا یا پدر آسمانی ما به گفتگو می پرداخت. خیلی وقتها این گفتگو آنقدر طول می کشید که او تمام شب را در دعا به سر می برد و این علامت نزدیکی و مشارکت بسیار صمیمانه‌ای بود بین او. مشارکت بسیار صمیمانه و مخصوصی که بین خدا و عیسی مسیح وجود داشت. دوستان عزیز، اگر من و شما نیز بخواهیم به خداوند نزدیکتر شویم، باید از منجی خودمون، از آن کس که خدا خودش به وسیله او با جهانیان صحبت فرمود یعنی عیسی مسیح نمونه بگیریم. مسیح برخلاف بسیاری از پیامبران فقط امر به معروف و نهی از منکر به ما تعلیم نمی‌دهد، بلکه می‌فرماید به شما نمونه دادم و یا از من یاد بگیرید، از من تقلید کنید. و عزیزان، این یکی از برتری‌های عیسی مسیح بر دیگر انبیای عالم است، زیرا هیچ کس دیگری نمی‌تواند و حتی نگفته است که از من تقلید کنید. برای ما نمونه و الگوی زندگی نشده‌اند. مسیح یگانه نمونه کاملی است که کاملیت زندگی و رضایت الهی را به طور کامل آشکار می‌کند. وقتی که عیسی مسیح دعا را به اتمام می‌رساند، از شاگردانش سوال می‌کند که مردم مرا که می‌دانند و یا این ترجمه مرا که میگویند و یا خیال میکنند که من کی هستم. علت سوال کردن عیسی مسیح از شاگردانش اینه که اگر تا به حال تصورات مختلفی در مورد او در ذهنش داشتن، آنها را وادار کنه که در فکر متحد باشند و بدانند حقیقتاً او کی می باشه. زیرا درست پس از این امر جلال و شکوه عظیم خود را که فقط مختص به کلمه حق و ابن الله می باشد آشکار میکنه. در حقیقت با این سوال عیسی مسیح ذهن آنها را برای شنیدن و دیدن قدرت ماورالطبیعه و مکاشفه الهی آماده می کند. مسیح در میان مردم معجزات فراوانی انجام داده بود. جماعت مردم که هر روزه شاهد کارهای عجیب او بودند، بدون شک درباره او تصورات و فکرهای مختلف و زیادی داشتند. و موضوع کارها و معجزاتش و شخصیت مسیح خبر روز و زبان زده همه بود. روی همین امر مردم تصورات مختلفی درباره مقام و شخصیت عیسی مسیح داشتند. بعضیها او را پیامبر بزرگی می‌دانستند و بعضیها او را الیاس نبی می‌دانستند که دوباره ظهور کرده و بعضیها می‌گفتند که این یحیای پیامبره که خدا او را مجدداً از مردگان زنده کرده است. ولی تصور نمی‌کردند که مسیح همان مسیح موعود باشد. زیرا تنها تصویری که از عیسی مسیح موعود داشتند این بود که مسیح موعود پادشاه آنها میشه و آنان را از سلطه رومیان آزاد خواهد ساخت و آنها کشور مستقلی رو دوباره به وجود خواهند آورد. ولی عیسی مسیح این کار را نکرد. در آیه 20 میگوید شما مرا که میدانید. این سوالی که عیسی مسیح از 12 رسول خود میکنه نهایت اهمیت رو داره.
همونطوری که عرض کردم در ابتدا موقعی که عیسی مسیح تازه از یحیی تعمید یافته بود و یحیی هم شهادت داده بود که در آن وقت اشخاص دیگر نیز تصور کرده بودند که این همان عیسی مسیحه. بعضی از رسولان متقاعد شده بودند که عیسی همان مسیح موعوده. اما وقتی دیدن که عیسی مسیح سلطنت نکرد، وقتی دیدن که عیسی مسیح شمشیر نکشید و یا اینکه خودش رو پادشاه نخواند و بر علیه رومیان قیام نکرد، خیلی ها تغییر عقیده درباره او داده بودند و حتی گفته بودند که او فقط یک نبی بزرگیه. حالا عیسی از 12 رسول خودش میپرسه که آیا آنها هم تغییر رأی دادن یا نه؟ و آیا با وجود اینکه او بر تخت داوود جلوس نکرده، با وجود اینکه شمشیر به دست نگرفته و قوم را از چنگال رومیان آزاد ننموده است، آیا هنوز او را مسیح موعود می‌دانند و یا یک پیامبر بزرگ؟ و آیا آنها پی به این معنی آیات بردن که میگوید پادشاه موعود و پادشاه حقیقی پادشاهی است که مردم او را در قلب خود میپذیرند و بر قلب‌ها سلطنت می‌کند یا نه؟ پتروس که پیشوای شاگردان عیسی مسیح بود جواب میداد که ای عیسی، ما تو را مسیح موعود میدانیم. تو مسیح یعنی برگزیده خاص خدا و پسر خدا هستی. تو مکاشفه خدایی، تو مظهر خدایی، تو آن مسیح موعود میباشی. عیسی مسیح از جواب پتروس بسیار خوشوقت میشه و به وی اظهار داشت که این حقیقت را فقط و فقط توسط روح خدا آشکار ساخته. میگوید خود خداوند ای پتروس این حقیقت را به تو آشکار نموده است. یعنی توسط عقل و فکر خودت نتونستی به این واقعیت پی ببری، بلکه روح خدا در تو کار کرده و این حقیقت آسمانی را برای تو آشکار ساخته است. دوستان عزیز، در اینجا لازم می‌دانم که به شما بگویم برای درک عالم معنویت من و شما نیازمند روح الهی هستیم. درک عالم معنویت نیازمند بصیرت روحانی است، زیرا امور روحانی را فقط با روح الهی یا روح القدس میتوانیم درک نمود. فهم و بینش آسمانی نیازمند بینش روحانی از سوی ما می باشد. و دوستان عزیز، من و شما در خودمون این بینش و این بصیرت را نداریم مگر اینکه از خدا یکتا تمنای رحمت کنیم و از او بخوایم که به ما عطا کند. و امروز می توانیم از خداوند تمنا کنیم که خداوند به ما این بصیرت روحانی رو بده و مانند حضرت داوود بگوییم که خداوندا چشمان ما را بگشا تا از کلام تو چیزهای عجیبی رو ببینیم. ای عزیزان، اگر این بینش روحانی رو نداشته باشیم، وقتی کلام خدا رو بخونیم برای ما زیاد معنی نخواهد داشت. ولی وقتی که بینش و فهم روحانی داشته باشیم، کلام خدا رو بخونیم، یک عالمی برای ما باز میشه، حقایق عجیبی آشکار میشه و ما می توانیم همین الان با تمنا کردن از خدا یکتا صاحب این بینش و معرفت سماوی شویم. اگر روح خدا این عطیه را به من نمیداد دوستان، من هرگز نمیتوانستم معنی پسر خدا بودن عیسی مسیح یا معنی پدر آسمانی بودن و یا الوهیت عیسی مسیح رو درک کنم. خدا بندگان حقجوی خود را یاری میدهد تا با دید سماوی حقایق آسمانی را درک کنند. خدا مقام و شخصیت عیسی مسیح را بر پتروس آشکار میکنه. باشد که من و شما نیز همین ساعت از خداوند مهربان طلب کنیم تا با بصیرت روحانی او را بشناسیم و او خویشتن را به ما بشناساند. حالا ممکن است در اینجا سوالی پیش بیاد که چرا عیسی مسیح در آیه 21 شاگردانش را قدغن میکنه که این امر را نگویند یا اعلام نکنند که او مسیح موعوده. باید گفت که اگر به مردم در این ساعت اعلام میشد که عیسی صاحب این معجزات عجیب دعوی نموده است که مسیح موعود است، بدون شک فوری او را قبول میکردند. اما چون آنها گمان میکردند که مسیح پادشاه جسمانی خواهد بود، او را سلطان خود ساخته و در نتیجه مانع کار روحانی و کار اصلی که او برای آن به این جهان آمده بود میشدند. یعنی مانع انجام علت آمدن مسیح میگردیدند. و این امر برای خود عیسی مسیح غیر قابل قبول بود. زیرا دوستان، عیسی مسیح نیامده بود که پادشاه این جهان بشه، بلکه آمده بود تا تاوان گناهان بشر را بپردازد، تا عدالت و محبت خدا را در هم آمیخته و بدین وسیله نجات بشر را تضمین کند. و برای این امر لازم بود او میبایستی که مصلوب شود، زیرا ما میبایستی جرم گناهان خود را بپردازیم. اما
وقتی که همه ما گناهکار باشیم از جانب خدا همه ما محکوم به مرگ شده ایم. نجات عطیه الهی است. چرا؟ چون خداوند توسط عیسی مسیح کفاره گناهان ما را میپردازد و بدین وسیله راه نجات را برای ما مهیا میکند. جرم گناهان ما را بر خود میگیره تا من و شما آزاد شویم. برای همین بود که مسیح مانع میشه شاگردان الان به قوم بگویند که او همان مسیح موعود است. ولی پس از قیام و صعودش از مردگان، خود مسیح و همچنین شاگردانش آشکارا درباره مسیح موعود بودنش صحبت می‌کردند و موعظه می‌نمودند. زیرا پس از قیام عیسی مسیح از مردگان بود که شاگردان برای اولین بار تمام نقشه به طور کامل، هدف الهی را به طور کامل از آمدن به عیسی مسیح به این جهان پی می‌برند. تازه آن موقع بود که آنها فهمیدند که هدف الهی از آمدن عیسی مسیح موعود به این جهان چه بود. و آن وقت بود که به همه اعلام نمودند که عیسی همان مسیح موعود است. به طوری که در روز پنتیکاست وقتی که از روح خدا پر شدند، شروع کردند به قوم یهود که این مسیح که شما مصلوب نمودید، همان مسیحی که شما او را بر صلیب کشتید، خدا او را در روز سوم از مردگان برخیزانید و امروز او را مسیح و خداوند گردانیده است. مسیح موعود، نجات دهنده جهان. حالا به آیه 22 توجه فرمایید. عیسی مسیح در این آیه درباره صلیب و مرگ و رستاخیز خودش سخنرانی می‌راند. دوستان عزیز، بعضیا خیال می‌کنن که مرگ عیسی مسیح اتفاقی بود، ولی اینطور نیست. کلام خدا نشون میده که پیامبران اسبق درباره مرگ مسیح صحبت کردند. حتی خود خدای تعالی در ابتدا در تورات مقدس پیشگویی کرد که مسیح موعود رو میفرسته تا سر مار را بکوبه و او پاشنه او را خواهد زد، یعنی مسیح رو خواهند کشت. پیامبران اسبق همه در مورد صلیب مسیح صحبت کردند و حتی خود عیسی مسیح نیز در این مورد بارها و بارها اشاره کرد که به این خاطر به این جهان آمده که صلیب بشه، بمیره. می‌فرماید و گفت لازم است که پسر انسان زحمت بسیار ببیند و از مشایخ و رؤسای کهنه و کاتبان رد شده کشته شود و در روز سیوم برخیزد. در اینجا عیسی مسیح پیشگویی می کند که او به زودی کشته میشه، میمیره و از مردگان قیام می کند و حتی می فرماید که به وسیله مشایخ و رؤسای کهنه و ملایان دینی یهود کشته میشه و نه رومیان. و همونطوری که میدانیم همینطور هم شد. و سپس عیسی مسیح بعد از اینکه شاگردانش به مسیح بودن او اقرار نمودند، مطلبی اظهار می‌دارد که به هیچ وجه انتظار تحمل آن را نداشتند. حالا در این آیات می‌بینیم که مسیح میگوید مسیح موعودی که شما به آن ایمان دارید، شما که به من ایمان دارید من آن یگانه برگزیده خدا هستم، باید به قتل برسم، باید کشته بشم، آن هم توسط مشایخ و رؤسای کهنه. به زبان دیگر قوم خدا رسما مسیح خودشون رو رد میکنن. قوم خدا نجات دهنده خود را میکشن. این امر باعث لغزش شاگردانش میشه. آنها قبول کرده بودند که عیسی همان مسیح موعوده که جاودانه زندگی خواهد کرد. پس چطور ممکنه که مسیح موعود کشته بشه؟ این سخنان مسلماً باعث ناامیدی و یأس شاگردان و حتی شک و تردید آنها میشه. از آیه 23 در ادامه همین موضوع عیسی مسیح میفرماید که نه فقط خود او کشته میشه، بلکه همه کسانی که میخوان پیرو او باشن باید آماده باشن تا هستی خود را نیز فدا کنن و جان در راه او بدن. این آیه نیز باعث شگفتی شاگردان میشه. چرا؟ چون آنها خیال میکرد که چون پیرو مسیح موعود هستن پس در این دنیا زحمت نخواهند دید، در عوض پادشاهی خواهند کرد. گوش کنید که مسیح به آنها چه میگوید. پس به همه گفت اگر کسی بخواهد مرا پیروی کند، میباید نفس خود را انکار نموده صلیب خود را هر روزه بردارد و مرا متابعت کند. زیرا هر که بخواهد جان خود را خلاصی دهد آن را هلاک سازد و هر کس جان خود را به جهت من تلف کرده آن را نجات خواهد داد. زیرا انسان را چه فایده دارد که تمام جهان را ببرد و نفس خود را برباد دهد یا آن را زیان رساند؟ زیرا هر که از من و از کلام من عار دارد، پسر انسان نیز وقتی که در جلال خود و جلال پدر و جلال ملائکه مقدس آید از او عار خواهد داشت.
در این آیات عیسی مسیح می‌خواهد توجه شاگردان و توجه ما را به یک اصل بسیار مهم مبذول دارد و آن اینکه آدمی نمی‌تواند هم عشق به دنیا و مال دنیا داشته باشه و هم دل در گروه خدا بنهد. بشر نمیتونه دو ارباب را خدمت کند و من و شما دوستان عزیز نمیتوانیم حقیقتاً خدا را پیروی کنیم، خدا پرست باشیم و در عین حال دل به مال دنیا داشته باشیم. اعلام می‌دارد که زیستن برای خدا لازمه ترک نمودن و روی برگردانیدن از خواهش‌های جسم و چشم میباشد. در غیر این صورت نفس خیش را هلاک می‌کنیم و برای ابدیت از خدا دور و از الطاف و فیض خدا محروم خواهیم بود. عیسی مسیح نه فقط به شاگردان خودش بلکه به همه ایمانداران این جملات را می‌فرماید. آیه 23 میگوید پس به همه، یعنی به شاگردان و ایماندارانش فرمود اگر کسی از عقب من بیاید، یعنی اگر کسی میخواد شاگرد من بشه، اول باید نفس خیش رو انکار کنه، یعنی خیشتن را منکر بشه یا تسلیم من بکنه. خود را مطلقاً باید تسلیم مسیح کنه و کاملاً بدون هیچ چون چرایی باید از او اطاعت و پیروی نماید. از پیروی نفس خود اعراض کند یا از خواسته های چشم و جسمش بگذره و سپس میگوید صلیب خود را بردارد. صلیب برای کشتن بدترین مقصرین و یا جنایتکاران به کار برده میشد و علامت خجالت و سرافکنی و شرم بود. کسی که مصلوب میشد مجبور بود که خودش صلیب را به محل اعدام خودش حمل کنه. حالا عیسی مسیح به پیروان و ایمانداران شما که اگر حقیقتاً میخواهید از من پیروی کنید، هر روزه باید حاضر باشید که برای خاطر نام مقدسش مصلوب بشید. یعنی هر روزه آماده باشین که مسخره های مردم، طعنه زدن های مردم، نکوهش هایشون، تهمت هایشون، نارواهایی که به خاطر مسیحی بودنت به شما میزن تحمل کنید، به جان بخرید. چرا؟ چون ثمره جاودانی دارد. نه تنها خود عیسی مسیح باید کشته بشه، بلکه پیروان او نیز کشته خواهند شد، جفا خواهند کشید، زحمت خواهند کشید. مقصود از برداشتن صلیب تحمل هر زحمتی است که به خاطر ایمان به مسیح موعود بر خود هموار می‌کنیم. و منظور از مرا پیروی کنید اینه که او را شبان، پیشوا و سرمشق خودمون قرار بدهیم. زیرا مسیحی یعنی کسی که از عیسی مسیح پیروی می‌کنه. یا هدف نهایی و غایی در زندگیش اینه که همونطور که عیسی مسیح بود همونطور باشه. هیچ مذهب دیگری رو نمیتونیم اینطور خطا بکنیم. مسیحی یعنی کسی که در جاپای مسیح قدم می‌نهد. در آیه 24 عیسی مسیح مطلبی رو می‌فرماید که پاسخ به سوال بسیاری از شما در مورد دروغ مصلحت آمیز نیز میباشد. میگوید اگر یک نفر مسیحی در موقع خطر و برای حفظ جان خودش، یعنی در موقع اضطراری، دروغ بگوید و یا به قول معروف اگر به خاطر حفظ جانش دروغ مصلحت آمیز بگوید، شاید جسم خودش رو نجات بده، اما قطعاً بدین وسیله روح خود را هلاک خواهد کرد. اما اگر کسی جان خودش رو برای خاطر ایمان به عیسی مسیح فدا کنه، به اصطلاح مسیح رو منکر نشه، آن وقت مالک حیات جاودانی خواهد شد. دوستان عزیز، عیسی مسیح با بیان این آیه واضحاً و آشکارا به من شما نشان می‌دهد که برای یک شخص مسیحی تقیه نمودن یا دروغ مصلحت آمیز گفتن مطلقاً ممنوع میباشد. چرا؟ زیرا در نظر خدای یکتا، در نظر خدای قدوس، دروغ است. حالا دروغ معمولی باشه، چاخان باشه یا دروغ مصلحت آمیز. راستی آیا ارزش دارد که زندگی دنیوی خود را به خاطر حیات جاوید از دست بدهیم؟ وقتی خدا فرموده است که دروغ نگوییم، نباید دروغ بگوییم. در آیه 25 عیسی مسیح تعلیم می‌دهد که اگر شخص مالک تمام عالم هم بشه ولی حیات ابدی را از دست بدهد، برای او این عالم هیچ ارزشی نخواهد داشت. هیچ سلامتی جسمانی یا کامیابی یا شادمانی برای شخص ارزش نداره اگه باعث فنای روح بشه. زیرا بشر از خداوند است و به خدا تعلق داره و دوستان تا دل در گرو خالق نگذارد و تا دل با خدا نباشد، هیچ وقت معنی سلامتی، کامیابی و سعادت و شادی را نخواهد دانست، درک نخواهد کرد و آن را هم به دست نمی آوره. و به قول انجیل مقدس تا بشر در خدا قرار نگیرد
هرگز معنی و مقصود از وجود و هستیش و علت زیستنش را نخواهد فهمید. زندگی تنها موقعی معنی داره که در مسیح باشیم، زیرا خدا در مسیح بود و او با جهان مصالحه می‌کرد. یعنی توسط عیسی مسیح من و شما می‌توانیم به معنی واقعی زیستن پی ببریم و توسط عیسی مسیح در عیسی مسیح که می‌توانیم معنی واقعی صلح و آرامش و شادی را بیابیم. زیرا خود مسیح گفت صلحی که من به شما میدم جهان نمیتواند به شما بدهد. یعنی در جهان وجود نداره و نه فقط آن بلکه میگوید که جهان نمیتواند اون رو درک کنه، نمیفهمه. صلح الهی رو دنیا نمیتونه درک کنه. وقتی در موردش صحبت کنیم مردم شاید بهتون مسخره کنن. چه صلحی؟ چه آرامشی؟ میدین چرا دوستان؟ چون اون چی که از خداست ما نمیتونیم توسط عقل و فکر خودمون درک کنیم، بلکه نیازمند روح و نیازمند بصیرت سماوی هستیم. ما باید دعا کنیم که خداوند این روح قدوس را به ما عطا کند. راستی عزیزان، آیا شما امروز می‌خواهید با خداوند باشید، در خداوند باشید و روح خدا بر شما باشه؟ آیا می‌خواهید با خداوند تجدید عهد کنید؟ از همین الان در پی حیات ابدی باشید. عیسی مسیح در اینجا شرایط آن را به ما عطا کرده است. گفته است اگر از من می‌خوای پیروی کنی بایستی آماده باشید نفس خود را منکر بشی، از دنیا چشم بپوشی، از لذت موقتی دنیا چشم بپوشی، بگذری و در عوض در پی حیات سماوی باشید. این با شماست که آن را بپذیرید یا رد کنید. ولی فراموش نکنید که عیسی مسیح چه می‌فرماید. میگوید شخص را چه سود دارد که دنیا را ببرد اما جان خود را از دست بدهد. شخص را چه سود دارد که دنیا را ببرد اما جان خود را از دست بدهد. خدا یکتا که مالک هستی و نیستی می باشد با شما باشد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.